أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ستایش فقط سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. آن بخشاینده‌ای که با رحمت است. مالک یوم الدین. همو که مالک روز حسابرسی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خداوند بزرگ، فقط تو را میپرستیم و تنها از نیروی تو مدد میگیریم. اهدنا الصراط المستقیم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم. به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، غیر المغضوب علیهم نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای، ولا الضالین. و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و حیرانند. صدق الله العلی العظیم.